به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا شروع میکنیم. لحظات ناب زندگی. نویسنده دکتر باربارا دی آنجلیس. ترجمه آزاده سخایی منش که در سال 1391 توسط نشر فراگفت در قم چاپ شده. فهرست این کتاب شامل چندین فصل. فصل اول، قلب مملو از عشق در جستجوی لحظات ناب. فصل دو، وجود بحران و تنش روحی در امریکا. فصل سه، فرار و دوری از لحظات ناب زندگی. فصل چهار، لحظات ناب و زندگی کردن با آنها. فصل 5، بررسی لحظات ناب و روابط. و فصل 6، راه رسیدن به لحظات ناب زندگی، وسیله برای خلق عشق و معنا در زندگی. با من همراه باشید که این کتاب زیبا رو با هم کشفش کنیم. خب، من از فصل آخر برای شما شروع میکنم به خوندن. عنوان فصل آخر چی بود؟ راه رسیدن به لحظات ناب زندگی، وسیله‌ای برای خلق عشق و معنا در زندگی. معنویت هر روزه. رابطه لحظات ناب با خودتان. تفاوت بین انسانیت و معنویت فقط با انسان بودن حاصل می شود. آنها جدا از هم نیستند و در حقیقت تار و پود هم هستند. اگر با انسانها از دریچه صمیمیت و با تمام وجود برخورد نکنید، حس تقرب به خداوند را هرگز در وجودتان نخواهید یافت. اگر به انسانها به خصوص خودتان عشق نورزید و خود را دوست نداشته باشید، به طور قطع عشق ورزیدن به خداوند را نخواهید آموخت. معنویتتان ریشه در دامن انسانیتتان دارد که با تمایل هر روز شما به صداقت، مهربانی و عشق ورزی تا هر اندازه که گنجایش دارید حاصل خواهد شد. روزگاری تمام انسان‌های کره زمین واقعیت یکی شدن را می‌دانستند. آنها می‌دانستند بدن آهنگ لذت بخش روح و روان است و انسان نتیجه حرکت خارق‌العاده‌ای از سوی خداوند متعال میباشد. آنها میدانستند که زمین، حیوانات، باد، خورشید و ستارگان در برخورداری از قلب پاک سهیمند و با آهنگ موزون جهان هستی به تپش و حرکت در میآیند. در واقع این علم به یکتا بودن روزهای زندگیشان را مقدس نمود، چون هر چیزی را تجربه کردند و آنها را گرامی دانستند. اما با گذشت زمان واقعیت به دست فراموشی سپرده شد و راه جدایی بنیانگذاری شد. انسانها به این باور رسیدند که خداوند متفاوت از هر انسانی است و کاملا خارج از وجود آنها هستند. طبیعت واژه گرانبهایی است که برای جان بخشیدن به اشیا چون کوه‌ها، رودخانه و درختان است تا در خدمت بشر باشند. گروهی از انسان‌ها تصمیم گرفتند همانند کشیش‌ها و افراد حکیم در بعضی مکان‌های مطهر جدا از سایر افراد در پی یافتن حقیقت از دست رفته باشند و بهتر از سایرین زندگی کنند تا راه تقرب به خداوند را بجویند. آنها بهشت را بالای سرشان قرار دادند و هرگز زمین را به عنوان جایگاهی مقدس نپنداشتند. به همین خاطر زندگی روزانه برای آنها عادی‌تر از روز قبل شد، چون ارتباطشان را با منبع الهی از دست داده بودند. همه ما از نسل آن دسته از افرادی هستیم که راه جدایی را در پیش گرفتند. ما زندگی روزانه خود را از معنویت و حتی برخورداری از نتایج معنویت جدا کردیم. هر یک از ما معنویت را در برگزاری مراسم مذهبی، عبادات روز یکشنبه در کلیسا، مدیتیشن، سفر به هند یا سیاحت در یکی از
کلیساهای معروف اروپایی و حتی یوگا جستجو می‌کنیم. در باور هر یک از ما رها کردن تأثیر معنوی زیادتری نسبت به دوچرخه سواری، مطالعه متون دینی و مذهبی و حتی دوست داشتن دیگران دارد. ما زندگی خود را از روحانیت و معنویت جدا کرده ایم و فقط به زندگی دنیوی خود می‌اندیشیم. با این وجود مدام در شگفتیم که چرا زندگیمان از تأثیرات معنویت و حتی معنای واقعی خویش تهی. ما حتی خانه‌های خود را از زمین جدا کرده ایم. روابطمان را با آهنگ‌های آن قطع نموده ایم و مرتباً می‌کوشیم تمام مخلوقات را با تکنولوژی روز بررسی کنیم. گویی خودمان سیاره یا حیوان درنده‌ای هستیم و تصمیم گرفته ایم بر هر چیزی تسلط یابیم. ما رفتار بیرحمانه‌ای با زمین داریم. اگر کوهی سر راهمان باشد، آن را با لودر از سر راه بر می داریم. یا اگر درختی جلوی راهمان باشد، آن را با تبر قطع می کنیم. چون به طرز احمقانه خود را برتر از زمین می دانیم و متوجه نیستیم. با لطمه زدن به زمین به خودمان صدمات جدی وارد می سازیم. جستجو برای کشف لحظات ناب و معنویت به طور روزانه باید با بازگشت به سمت راه یکتا شدن و یگانگی شروع شود. راه یکتا بودن راهی نیست که شما را از انسانیت دور سازد، به سوی معنویت راهنمایی کند و از زمین به بهشت برین برساند. میتوان گفت معنویت در زمره انسانیت قرار دارد. به عبارت دیگر، این مسیر شما را به زندگی روزمره برمیگرداند و از شما دعوت میکند معنویت را در ضمیر خود حس کنید. ابتدا و انتهای این مسیر جایی است که در آن هستید، یعنی همین جا و همین الان. چیز دیگری برای جستجو وجود ندارد. هیچ چیز برای به دست آوردن نیست، چرا که شما از همان آغاز مسیر هر چیزی را که احتیاج داشتید دارا بودید. اگر با انسانها از دریچه صمیمیت و با تمام وجود برخورد نکنید، حس تقرب به خداوند را هرگز در وجودتان نخواهید یافت. اگر به انسانها به خصوص خودتان عشق نورزید و خود را دوست نداشته باشید، به طور قطع عشق ورزیدن به خداوند را نخواهید آموخت. معنویت روزانه به معنای فرار از زندگی معمولی تحت جستجوی تجربه متعالی و ویژن نیست، بلکه رها کردن خود به طور کامل با هر تجربه زندگی میسر می شود. ما مخلوقات انسانی با تجربه معنوی نیستیم، بلکه مخلوقات معنوی با تجربه انسانی هستیم. زمانی که برای یافتن مسیر معنوی زندگیم به جستجوگر تبدیل شدم، در ابتدا شور و اشتیاق شناخت خداوند را بیش از هر چیز دیگری در خود احساس می کردم. ساعتها در روز به تمرین مدیتیشن پرداختم و تمام سال را در حالت مکاشفه، کوهنوردی، دیدن افرادی که مدیتیشن کار می کردن سیر می کردم. در این میان اندام و جسم فیزیکیم را مانعی برای معنویت و تمایلات انسانیم قلمداد می کردم که جلوی خلوص نیت و معنویتم را می گرفت. به زندگیم روی زمین به عنوان محکومیت و زندانی بودن در سلول جسم می نگریستم و تصور می کردم خدمت کردن در این جسم خاکی مرا از بازگشت به مبدأ الهیم باز می دارد. در آن سالها تجربیات متعالی زیادی کسب نمودم، اما فقط زمانی که مشغول انجام فرایض دینی و تمرینات معنوی بودم احساس خوشحالی را در وجودم حس می کردم. بعد از جستجوی زیاد به دنبال پاسخی برای تردیدهایم بودم. در نهایت به این درک مهم رسیدم که زندگی بشری نیز تمرینی معنوی است. من میبایست انسان بودن را تمرین میکردم
در حالی که این وظیفه را به درستی انجام نداده بودم. در حقیقت می‌کوشیدم از انسانی کامل بودن امتناع ورزم و از حس بدبخت بودنم هیچ تعجبی نمی‌کردم، چرا که در آب شناور بودم، اما می‌کوشیدم خیس نشوم. از آن دوران تا به حال روی انسان بودنم کار می‌کنم و با اشتیاق فراوان آن را پذیرفتم و دیگر از آن فرار نکردم. اکنون آن همه تجربیات معنوی را که قبلا در جای دیگری دنبال می‌کردم در ضمیرم احساس می‌کنم. اکنون به این باور رسیدم که حضور من نقص روحی نیست، بلکه خدمتی برای روح روی کره زمین تحت لذت بردن از وجود خود است. من در حال زندگی هستم، چون مورد عشق و لطف پروردگارم قرار گرفتم. برای تجربه معنویت روزانه باید این نکته را به خاطر داشته باشیم که ما هم مخلوقات معنوی هستیم و چند زمانی را در کالبد بشری می‌گذرانیم. ما هرگز از روح جدا نیستیم و جدا بودن از آن غیر ممکن است. در نهایت به این درک مهم رسیدم که زندگی بشری نیز تمرینی معنوی است. من میبایست انسان بودن را تمرین میکردم، در حالی که این وظیفه را به درستی انجام نداده بودم. در حقیقت میکوشیدم از انسانی کامل بودن امتناع ورزم و از حس بدبخت بودنم هیچ تعجب نمیکردم. ما روحی هستیم که به شکل بشری در آمدیم. به همین خاطر با تمام زندگی ارتباط برقرار میکنیم. گل زیبا روحی است که به شکل گل زیبا در آمده است. گوجه فرنگی روحی است که به شکل گوجه فرنگی در آمده است. صخره روحی است که به شکل صخره در آمده است. کتابی را که در حال مطالعه‌اش هستید روحی است که به شکل کتاب در آمده است. همه ما یکی هستیم. وجود ما محصول عشق جاودانه زمین و آسمان است. زمانی که احساس می‌کنید ارتباطتان با دنیای اطراف پایان یافته است یا به دنبال لحظه‌ای ناب از زندگی می‌گردید، از خانه درون خود بیرون بروید. روی خاک یا چمن محیط باز بنشینید و با خود به آرامی یا با صدای بلند، با چشمان باز یا بسته این جمله را تکرار کنید. در فاصله هر تکرار ریه‌های خود را از موهبت هوا پر کنید. بدین ترتیب چیزی نمی‌گذرد که با منبع کمال دوباره رابطه برقرار کنید و به آرامش خواهید رسید. انسان‌ها هر روز خداوند را می‌بینند، فقط او را نمی‌شناسند. زمانی که روزانه حس معنویت را از خود جدا کنیم، به راحتی فرصت‌های داشتن لحظات ناب را محدود می‌سازیم. معجزه‌ها و عجایبی را از دست می‌دهیم، زیرا به دنبال چیز بهتری هستیم. تا فریاد بزند من منحصر به فردم، من می‌توانم خدایی و مقدس باشم و به قدری حواسمان را متوجه یافتن امور خارق‌العاده می‌کنیم که حتی زمانی که با مقدمات آن مواجه می‌شویم آنها را تشخیص نمی‌دهیم. یک شب من و جفری از رستوران بیرون می آمدیم که صدای آواز شخصی به گوشمان خورد. به اطرافمان نگاه کردیم. مرد میان سالی را دیدیم که از سر دلتنگی و آشفتگی خیال آواز می خواند. تصور می کردم او فقط ناراحت و افسرده است. زمانی که به سمت ما می آمد متوجه لباسهای کهنه‌اش شدم. او بسیار لاغر و گرسنه بود و از سرما به خود می‌لرزید. فکر می‌کردم او آدمی متکدی و بیخانمان است. اما برخلاف تصورم او هرگز از ما پولی نخواست و از کنار ما رد شد. چیزی در صدایش بود که به دلم نشست. به همین خاطر تصمیم گرفتم به او کمک کنم. پس با صدای بلند گفتم شما صدای زیبا و دلنشینی دارید. ایستاد و لبخندی به رویم زد و گفت متشکرم، نظر لطفتان است. زمانی که هوا بهتر بود صدای من هم بهتر از این بود. با اشتیاق هرچه تمامتر به او گفتم امکان دارد برایمان آواز بخوانی؟ او نیز همین کار را کرد.
اول با حالت خجالت زده و با صدایی آهسته این کار را انجام داد. اما بعد حس خجالت زدگیش را از یاد برد و بی‌پروا و با تمام حس قلبیش که درد دل کردن با خدا بود سرودش را خواند. در عرض چند لحظه او دیگر آن چهره ناشناس کنار خیابان نبود که به دنبال مکانی برای خوابیدن می‌گشت، بلکه به هنرمندی تبدیل شده بود که تماشاچی جذب کرده و هنرش را در معرض نمایش قرار داده. تنها چیزی که برای او باقی مانده بود آوازش بود که توانسته بود علی‌رغم از دست دادن تمام چیزهای زندگیش آن را برای خود حفظ کند. آن شب را با شنیدن صدایی سرشار از مستی با حالتی مقدس و لبریز از عشق گذراندم. وقتی آواز شب تمام شد من و جفری مشتاقانه برایش کف زدیم و برای او هورا کشیدیم. سپس آن مرد از ما عذرخواهی کرد که فقط چند بیت از آن شعر در خاطرش مانده و ادامه داد: به تازگی وضع آشفته‌ای دارم. شغل و خانه‌ام را یکباره از دست دادم، اما هنوز با وجود تمام این مسائل می‌کوشم مثبت باشم و مثبت فکر کنم. وقتی به حرف‌های آن مرد گوش دادم و فهمیدم که او با وجود زندگی و مسائل سختی که با آن روبرو شده به این اندازه دلخوش است، متوجه شدم او در کاری موفق شده است که اغلب مردم از جمله خودم با آن مشکل دارند. او با وجود تمام مشکلات توانسته بود روحیش را در جهت مثبت حفظ نماید و با آوازخوانی و ایجاد لحظات ناب زندگیش را می‌گذراند. قبل از آنکه با آن مرد خداحافظی کنیم به او مقداری پول دادیم و برایش آرزوی موفقیت کردیم. ما آن شب با فرصت دادن به او برای آوازخوانی باعث شدیم تفاوت را احساس کند. آن شب ما بهره زیادی از این جریان بردیم و آن مرد به عنوان یک معلم توانست فرشته پیاده روی ما شود. هرچند او از نظر ظاهری مثل یک فرشته نبود، اما در حقیقت توانست با عملکرد رفتاریش قدیسی واقعی برای ما شود. روح نامحدود او مرا مملو از احساسات فروتنی کرد. با خود فکر می کردم با وجود تمام نعمت‌هایی که در زندگیم دارم هیچ وقت همانند او از روی خوشحالی آواز نخواندم. لحظات ناب زمانی اتفاق می افتد که ما لحظات ناب سرشار از کمال را در خود تجربه کنیم. مثلا وقتی فرزندتان بدون هیچ علت خاصی شما را در آغوش می گیرد، دسته پرندگانی که پرواز کنان ابری را پشت سر می گذارند، میوه‌ها و سبزیجاتی که زمین برای شما تولید کرده است، یا آوازی که از رادیو پخش می شود، همان پیامی را می دهد که شما نیاز داشتید گوش کنید. به راحتی می توانید لحظات ناب مملو از تقدس و معجزات هر روزه را دنبال نمایید. زمانی که به لحظات مقدس و معجزات روزانه توجه کنید و زندگی را با حیرت و شگفتی هرچه بیشتر آغاز نمایید، به واسطه عشق الهی با خداوند مشارکت می‌کنید. زندگی کردن با ستایش و شکرگزاری روزانه. به تازگی من و همسرم چند هفته را در بالی گذراندیم. بالی جزیره‌ای در اندونزی است. مردم بالی به خوشمشرب بودن و مهمان نوازی مشهورند. مردم بالی از خوشمشرب‌ترین افراد روی کره زمین می باشند. در واقع می توان آنها را جزو شادترین مردم روی کره زمین به حساب آورد. البته این شادی به خاطر اوضاع مالی و اقتصادیشان نیست، چرا که آنها از لحاظ مالی چیز زیادی ندارند و درآمد متوسط آنها سالانه حدود $300 است. البته مردم بالی در خانه‌هایی بدون در و پنجره زندگی می‌کنند. بسیاری از آنها در آب رودخانه‌ها حمام می‌کنند و لباس‌هایشان را در همانجا می‌شویند. اما با توجه به نوع زندگیشان هرگز مردم بالی را فقیر تلقی نمی‌کنند، چون آنها از این موهبت کمیاب بهره دارند که می‌دانند چطور معنای مقدس هر لحظه زندگی را
بیابند و از آن لذت ببرند. این همان راز خوشبختی آنهاست، چرا که آنها در خلق لحظات ناب مهارت زیادی دارند و به نوعی میتوان گفت استادند. من و جفری هر روز صبح در رستوران هتل صبحانه میخوردیم و پوتو گارسون خوشروی آنجا به ما خوش آمد میگفت. پوتو یکی از بهترین افرادی بود که من در عمرم دیده بودم. چشمانش از شادی می‌درخشید و بسیار گرم و صمیمی برخورد می‌کرد. با ملاقات او متوجه شدم چقدر آدم عصبی، عجول و پراضطرابی هستم. به حرکت‌های زیبایش خیره می‌شدم. زمانی که یک لیوان آب میوه برایم آورد، چهره‌اش را غرق شادی دیدم و متوجه شدم پوتو چیزی می‌داند که من نمی‌دانم. من با وجود تمام موفقیت‌هایی که در زندگیم کسب کرده بودم، باید میپذیرفتم که پوتو خیلی خوشحال‌تر از من بود. او با زبان انگلیسی اما دست و پا شکسته به من گفت درک این مسئله برای ما کمی مبهم است که چرا بسیاری از امریکاییان با اینکه ثروت زیادی دارند اینقدر ناراحت و افسرده به نظر می‌رسند. پوتو بی منظور این حرف را زد. او نتوانست درک کند کاری که ما در زندگی روزمره‌مان انجام می‌دهیم موجب شده است قلب و روحمان نسبت به دوستان و آشنایان او که آنقدر ساده و بی‌آلایش در آن جزیره زندگی می‌کنند تا این اندازه با دیگران بیگانه باشد. بنده نیز بعد از گذراندن مدت زمان خاصی در جزیره بالی این پاسخ را کشف کردم. منم پاسخ را از عادی راهنمای توریست آموختم. او به من گفت هر روز صبح با هیجان از خواب بیدار می شود و منتظر است ببیند چه آدم‌های جالب و چهره‌های زیبایی را خداوند سر راهش قرار داده است. من این پاسخ را از آن استاد صنایع دستی در روستای کوچکی آموختم که با عشق مجسمه‌های کنده‌کاری را می‌ساخت. همه این افراد مهربان از چیز مشترکی برخوردارند. آنها هر روز زندگیشان را با لذت و سپاس هرچه بیشتر می‌گذراندند. آنها در زمان برداشت برنج خود از برنج تشکر می‌کنند که به این خوبی رویده است. آنها از ملاقات هر شخص تازه واردی خوشحال می‌شوند. هر روز جدید را به عنوان نشانه‌ای مقدس تکریم می‌کنند. آنها در معنویت بخشیدن به هر روز خود مهارت دارند. سفر مهیج من به جزیره بالی تجربه‌ای مملو از امید و شگفتی بود. زمانی که از آن سفر برگشتم، کوشیدم با احترام هرچه بیشتر نسبت به محیط و مردم اطرافم زندگی کنم و این کار را می‌کنم تا لحظات ناب بیشتری به دست آورم. لحظات ناب و واقعی با خودتان زمانی ایجاد نمی‌شود که کار خاصی انجام دهید یا برخلاف آن کاری کنید، بلکه زمانی رخ می‌دهند که کارهای کوچک را به طور خارق‌العاده انجام دهید. در حقیقت به انجام کارهایی که قبلا می‌کردید بپردازید، اما کاملا به آن توجه کنید. دقت و آگاهی در کار روزانه باعث می‌شود تجربیات خارق‌العاده‌ای به وجود آورید. مراقبه‌ای که اکنون می‌توان انجام داد. بنده قصد دارم در این قسمت با توجه و آگاهی هرچه بیشتر روش مورد علاقه خود را برای زندگی در اختیارتان قرار دهم. اما ابتدا از شما عزیزان اجازه می‌خواهم تا برایتان توضیح دهم این روش از کجا خلق شده است. حدود 1 سال قبل روزی گربه‌ام بیجو را برای گردش بیرون از خانه بردم. هنوز خیلی از خانه دور نشده بودم که ناگهان متوجه شدم اصلا روی پیاده رویم تمرکز ندارم. در واقع به همه چیز و همه کس فکر می‌کردم جز پیاده روی در آن خیابان. مثلا به تماس تلفنی که قبل از بیرون آمدن از خانه با تهیه کننده برنامه تلویزیونی داشتم می‌اندیشیدم. نگران پایان رسیدن زمان تعیین شده برای نگارش کتابم بودم و اصلا نمی‌دانستم باید کارمند جدیدی استخدام کنم یا خیر. در این میان به خود خاطر نشان کردم که باربارا خوشبختی را می‌توان در همین لحظه یافت. اما چگونه میبایست به این لحظه برگردم؟
و زمانی که بازگشتم چگونه باید در آن بمانم؟ ناگهان 2 کلمه به ذهنم خطور کرد. همکنون. تصمیم گرفتم از این کلمات استفاده کنم و از هر کاری که در آن لحظه انجام می‌دهم جمله‌ای بسازم که با این عبارت شروع شده باشد. بدین ترتیب توانستم افکار را هدایت کنم و جملاتی به این شکل ساختم: همکنون با بیجو از این تپه بالا می‌روم. همکنون یک قدم را جلوی قدم دیگرم می‌گذارم و روی آسفالت خیابان گام برمی‌دارم. همکنون اندام کوچولو و پرپشم بیجو را نگاه می‌کنم که جلوی من بالا و پایین می‌پرد و به این طرف و آن طرف می‌دود. همکنون به آسمان بالای سرم نگاه می‌کنم. همکنون آن گل سرخ را بو می‌کنم. همکنون همینجا هستم. همکنون لحظات ناب و واقعی با خودتان زمانی ایجاد نمی‌شود که کاری خاص انجام دهید یا برخلاف آن کاری کنید، بلکه زمانی رخ می‌دهند که کارهای کوچک را به طور خارق‌العاده انجام دهید، در حقیقت به انجام کارهایی که قبلا می‌کردید. همانطور که مراقبه همکنون را در ذهنم تمرین می‌کردم، عمیق‌تر از قبل نفس کشیدم. دیگر تلاش نمی‌کردم با عجله بیجو را به گردش ببرم و برگردانم و هر کجا که میشد با کمال میل می ایستادم و از آنجا لذت می‌بردم. به هر لحظه‌ای که به سراغم می آمد کاملا توجه می کردم و حس آرامش به تمام وجودم راه می یافت. زمانی که پیاده روی ما به پایان رسید احساس کردم به تعطیلات آرام بخشی رفته بودم و لبخندی حاکی از رضایت بر چهره‌ام نقش بست. از آن روز مراقبه همکنون را تمام مدت، به خصوص زمانی که به دنبال لحظات ناب هستم، با تمرکز 8 بیشتر تمرین می کنم. چند نکته برای تمرین مراقبه همکنون. بکوشید حداقل 1 بار در روز برای به دست آوردن لحظه ناب این کار را انجام دهید. شما می توانید در حین رانندگی، آشپزی کردن، خوردن، تماشای برنامه مورد علاقه تان، ساختن و تکمیل چیزی، قدم زدن یا هر کار دیگری که انجام می دهید این روش را به کار گیرید. برای کسب بیشترین بهره از این روش حداقل 5 دقیقه روی آن تمرین کنید. همیشه با این جملات تمرین خود را به پایان برسانید که همکنون من همینجا هستم. همکنون. میان هر جمله‌ای که با همکنون شروع می کنید نفس عمیقی بکشید، چون نفس عمیق کشیدن شما را بلافاصله در لحظه قرار می دهد. این روش زمانی اثر مثبت خواهد داشت که به جای آنکه با صدای بلند جملات خود را بیان کنید، به آرامی با خودتان به کلمه همکنون بیاندیشید. از مراقبه همکنون به عنوان مراقبه ثمربخش برای نفس عمیق کشیدن استفاده کنید. نوع دیگر این روش به کارگیری آن با نفس کشیدن است. وقتی با چشمان بسته آرام در مکانی می نشینید، به صدای دم و بازدم خود بیاندیشید، بدون آنکه حواستان پرت شود. از نفس کشیدن خود آگاه باشید. بعد مراقبه همکنون خود را به صورت زیر شروع نمایید. در حالی که به دم خود می اندیشید، همکنون نفسم را به درون سینه می دهم. در حالی که به بازدم خود می اندیشید، همکنون نفسم را از سینه خارج می کنم. این روش را چند بار تکرار نمایید. به تدریج متوجه خواهی شد نفس کشیدنتان آهسته و یک نواختر می شود و فاصله های میان دم و بازدم با آرامش بی اندازه پر می گردد. زمانی که به لحظه همکنونتان می اندیشید هرگز تمرکز نکنید. فقط به نفسی که درون و بیرون می دهید بیاندیشید. اگر قصد دارید نفس کشیدن همکنونتان را برای درمان حالات روحی و احساسی خود به کار گیرید، می توانید این عبارت را به کار ببرید. در حالی که به دم خود می اندیشید، همکنون عشق را با نفس خود به درون سینه می دهم. در حالی که به بازدم خود می اندیشید، همکنون ترس را با نفس خود به بیرون می دهم. این کار را چند بار تکرار نمایید. من این تمرین را در کنفرانس هایم امتحان کردم و نتایج چشمگیری از آن به دست آوردم. حتی امکان دارد طی این تمرین متوجه احساسات دفع شده شوید که
سالها قبل در اشک‌های جاری شده از چشمانتان زنگار زدند. روش‌های دیگر برای خلق لحظات ناب با خودتان. دفترچه برای یادداشت خاطرات و وقایع روزانه خود تهیه کنید. حوادث عادی را ننویسید، بلکه احساسات و مشاهدات واقعیتان را ثبت نمایید. اصلا لازم نیست هر روز در آن چیزی بنویسید. انجام این کار امکان دارد چند روز در هفته طول بکشد. هر چیزی که توجه شما را بیشتر به خود معطوف کرده باشد، همان لحظه ناب است. شما با دقت و تمرکز روی آن موارد می توانید تعداد بیشتری از آنها را تشخیص دهید. 2. برپایی جلسات راهنمایی در درون خود. روش دیگری که می توانید خاطرات و حوادث زندگیتان را در آن محفوظ نمایید این است که تصور کنید به منبع حقیقت متصل شده اید. البته اهمیت چندانی ندارد. این منبع را به عنوان یک راهنما یا معلم مجسم کنید یا حتی آن را به صورت یک انرژی ببینید، بلکه باید از او بخواهید پیامی را که باید از طریق فرایند نوشتن میشنوید برایتان یادداشت کند. هرچه در ذهنتان می باشد قبول نمایید و هر آنچه به ذهنتان خطور می کند بنویسید. هرگز ابتدا این پیام ها را تجزیه و تحلیل نکنید، بلکه زمانی که کار نوشتنتان به پایان رسید مطالب یادداشت شده تان را مطالعه نمایید. بدین ترتیب از کیفیت آگاهی و راهنمایی درونی خود حیرت زده خواهید شد. 3. با توجه و آگاهی هرچه بیشتر قدم بردارید. برای قدم زدن به مکانی بروید که قدم زدنتان را به توجه و آگاهی تبدیل کنید. در حالی که راه می روید از روش مراقبه همکنون استفاده کنید. در این صورت در درون و بیرون خود متوجه چیزهایی خواهید شد که هرگز تا قبل از آن مطلع نبودید. بودن یک نعمت است و زندگی کردن امری مقدس می باشد. دیروز تقریباً چند هزار نفر در سراسر جهان فوت کردند. در حقیقت رسالت آنها روی زمین برای زندگی کردن به پایان رسیده بود. آنها نتوانستند امروز صبح چشمانشان را روی طلوع خورشید باز کنند یا صدای آواز پرنده‌ای را بشنوند. آنها قادر نبودند سیب آبداری را گاز بزنند یا لیوان آب گوارایی را بنوشند. دیگر کسی نمیتواند آنها را محکم در آغوش بگیرد یا ببوسد و به آنها از صمیم قلب لبخند بزند. آنها قادر به نگاه کردن ماه و مهتاب نیستند و هرگز نمیتوانند کلمات عاشقانه را بخوانند و بیان کنند. آنها نمیتوانند کتاب مطالعه کنند، چراغ خواب را خاموش کنند، در رخت خواب دراز بکشند یا با آرامش بخوابند و دوباره بیدار شوند، چون دیگر در این هستی وجود ندارند. شما زنده اید و نفس میکشید. شما همکنون اینجا هستید و زندگی میکنید. شما روزی دیگر و خدمت دیگری را در اختیار دارید و این یک نعمت است. از معجزات هر روزه معنویت است که زندگیتان را بر مبنای امید میسازد تا از آن لذت ببرید. آنها مقدسترین لحظات ناب زندگی شما خواهند بود. سکوت و فضاهای مقدس به واسطه خلق لحظات ناب. اغلب وقتی در سکوت و تنهایی هستید می توانید با معناترین لحظات ناب و حقیقیتان را بیابید. سکوت و تنهایی روح را تغذیه می کند و قلب را آرام می بخشد. سکوت موجب بروز فضای نامحسوسی میان شما و شلوغی دنیای پرهیاهو می شود. این فضا بهترین رحم آرام بخشی است که در آن می توانید چند بار متولد شوید. سکوت از قدرت احیا کننده برخوردار می باشد. همیشه مقدس و گرامی است و مرتباً شما را به مقصدتان می رساند. تنهایی لازمه سکوت است. شما نیز باید زمانی برای تنها بودنتان خلق کنید. البته تنهایی فیزیکی به معنای تنهایی روحی نیست، بلکه وقتی شما از لحاظ فیزیکی تنها باشید از دیگران دوری نمی کنید، بلکه با خودتان هستید. شما هم یکی هستید. در واقع با ذات و ماهیت وجودیتان یکی می شوید تا به تمامیت نهاد خود برسید. به این صورت از عدم وجود افراد دیگری که به طور موقت از آنها دور نشده اید
یا با خبر نمی باشید، از کامل شدن خود مطلعید. شما فقط با یکی شدن خودتان می توانید به نداهای درونی خود گوش دهید و از راهنمایی‌های خود سمت و جهت بگیرید و به آرزوهای دیرینه خود برسید. پیشینیان انزوا طلب با ساکت نشستن کنار آتش و شب زنده‌داری در پی الهاماتی اند که به دست می‌آورند و در آنجا ارزش می‌آفرینند. در حالی که ما در روزگاری به سر می‌بریم که تکنولوژی سکوت و تنهایی ما را از تک تک ما ربوده است و به طور فزاینده یافتن مکانی واقعاً ساکت و آرام بخش مشکل است. حتی سکوت کوه‌ها و آرامش صحراها هم مرتباً با غرش هواپیماهای جت که در بالای آنها پرواز می‌کنند یا صدای عبور ماشین‌ها یا با صدای ضبط‌های گوشخراش به هم می‌خورد. می‌توان گفت تنها شدن با وجود 5 میلیارد تور آدمی که روی سیاره‌ای زندگی می‌کنند سخت و دشوار است. بسیاری از ما از سکوت بسیار کمی در زندگی برخورداریم. بنابراین بکوشید آخرین تجربه‌تان را از بودن در سکوتی که به مدت 1 ساعت یا بیشتر داشته اید جز ساعاتی که در خواب بوده اید به خاطر آورید. شما با صدای ساعت کوک شده از خواب بیدار می شوید. زمانی که لباس می پوشید یا غذا می خورید، تلویزیون تماشا می کنید و در طول گوش دادن به برنامه‌های مصاحباتی آنها به طرف محل کارتان رانندگی می کنید، شام را در رستوران پر سر و صدا میل می کنید و همانطور روزهاتان را یکی پس از دیگری می گذرانید، ما به اندازه‌ای به کمبود سکوت عادت کرده ایم که وقتی به آن دست می‌یابیم احساس راحتی و آرامش خاطر نمی‌کنیم. دوست دارم که در نیویورک زندگی می‌کند و بیشتر اوقات به سفر می‌رود. او همیشه در هنگام ترک منزل چیزی با خود دارد. آن دستگاه صداساز ویژه‌ای است که صدای پس‌زمینه را تولید می‌کند که مردم برای خوابیدن به آن گوش می‌دهند. او هر زمان که به خانه ما که در کوههای بیابانی بیرون از لس آنجلس است دعوت می‌شود با عصبانیت می‌گوید: باربارا، اینجا کجاست که زندگی می‌کنی؟ بیش از حد ساکت و کسل کننده است. و بعد دستگاه کوچکش را روشن می‌کند و همانطور که به آن سر و صداها گوش می‌دهد کم کم به خواب می‌رود. این کسالت‌های دوستم ناشی از این عامل است که وقتی سکوت تمام حواس پرتی‌های او را از بین می‌برد، توجهش را به دنیای درونش جلب می‌کند و او را مجبور می‌سازد با خود واقعیش خلوت داشته باشد. سکوت و تنهایی 2 کلمه متقابلند. آنها دائما ما را با واقعیت پیوند می‌زنند. به همین خاطر است که برای سلامتی روح ما تا این اندازه ضروری است. سکوت به شما این امکان را می‌دهد تا به همه چیز توجه کنید و حتی نظاره‌گر جریان‌های ناخواسته روح و روان خود باشید. همانند لحظه نشستن کنار رودخانه و تماشای جریان آب رودخانه. وقتی به انتخاب خود سکوت و تنهایی را کسب می‌کنید، در حقیقت به افکار و واکنش‌های عاطفی‌تان دست می‌یابید. آن دو در توانایی اخذ تصمیمات مهم و روشن دخالت دارند و راه حل مشکلاتی را می‌یابند که با احساسات واقعی خود می‌توانید به راحتی به آن پی ببرید. شما به راحتی می‌توانید تمام احساسات عاطفی‌تان را تماشا کنید و متوجه عواملی شوید که موجب رنج و پریشانی اموالتان می شود. به واسطه آنها می توانید تصمیم بگیرید چه چیزهایی را از خود دور سازید و چه چیزهایی را برای خود حفظ کنید. تصور کنید یک سری قاب عکس‌هایی را به دیوار اتاق نشیمن خود کوبیده اید و به قدری خود را مشغول کار کرده اید که حتی وقت ندارید عکس‌های آویزان شده روی دیوار را تماشا کنید. همچنان به کار خود ادامه می دهید. اختصاص دادن زمان خاص برای سکوت به این معناست که عقب بروید تا بتوانید به عکس‌هایتان با دقت و تأمل بیشتری نگاه کنید. سکوت به شما کمک می کند برای اولین بار به این بیاندیشید که چه چیزی یا چه چیزهایی در زندگیتان از تعادل خارج شدند. در خود فرو رفتن و فکر کردن به خود باعث می شود با قدرت بیشتری به خود بیاییم و خود را در کف تأمل خود پیدا کنیم. دیگه وقت به من اجازه نمیده این کتاب زیبا رو برای شما بخونم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه
و برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.